کمیته اولویت فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شام 16 آگوست سال 2022 تخمینا ساعت 18:50 در نویه ظفرآباد ولایت سوغد در شمال جمهوری بر اثر ضرورتشوی از گاز اکسید کربن 2 نفر به هلاکت رسیده، 1 نفر دیگر را در حالت بیهوشی به بیمارستان انتقال دادند. طبیبان وضع او را نچندان خوب ارزیابی میکنند. بنا به گزارش نوبتدار ریاست اولویت فوق‌العاده ولایت سوغد، در سیستم قبرهای انتقال آب تشناب‌ها در مرکز نویه ظفرآباد صدمه رخ داده است و این 3 نفر برای برطرف نمودن پیامدهای آن وارد چاه شدند، اما برابر فرآمدن به چاه کانالیزاسیونی هر 3 از پرتاب گاز اکسید کربن شدیداً ضررآلود شدند. 2 نفر آنها در جای حادثه هلاک شده، 1 نفر دیگر در حال بیهوشی از چاه بیرون آورده به بیمارخانه انتقال داده شده است. سبب حادثه دقیق نیست. احتمال می رود که این 3 کارمند به لباس مخصوص و بدون آمادگی قبلی و رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری به این فاجعه روبرو شده باشند. گفته می شود در اطلاع کمیته اولویت فوق‌العاده بنا به اطلاع رسیده یکی از هلاک شدگان 38 و دومی 46 سال داشته، اولی ساکن کوچه ظریفوف و دومی استقامت کننده کوچه عینی شهرک ظفرآباد بودند. هر دو عائله‌دار و صاحب فرزندان بودند. نفر سوم که حالا در بیمارستان بستری است و طبیبان حال او را نیز وزنین ارزیابی میکنند، نیز ساکن کوچه عینی شهر ظفرآباد بوده است. سبب‌های این حادثه تحقیق میشوند.